دیابت یعنی خداحافظی با خوشی‌ها؟ نه، اصلا اینطور نیست. کافیه راه درست رو بلد باشی. هیچ میدونستی دیابت بیماری قند نیست و این تصور کاملا غلطه. تا فرد دیابتی میبینن بهش رژیم غذایی و ممنوعیت خوراکی میدن که بیماری درمان شه، یا خیلی هم با خوردن داروهای شیمیایی یا حتی دمنوش‌های عطاری فکر میکنن همین که قند پایین اومده کافیه و دیگه دچار مشکل نمیشن. اما به مرور زمان دچار عوارض دیابت مثل گزگز پا، تاربینی، مشکلات قلبی و عروقی میشن. چون واقعیت اینه که ریشه اصلی دیابت ضعف و انسداد در عملکرد پانکراس به علت غلبه سوداست. همین موضوع باعث میشه انسولین درست ترشح نشه و قند نتونه وارد سلول ها بشه و تو درگیر عوارض دیابت بشی. فقط کافیه وارد پیج من بشی، فالو کنی، چون هر روز نکته های کاربردی، برنامه غذایی و درمان تخصصی دیابت برات میذارم و برای دریافت تخصصی ترین دوره درمان دیابت تو کل دنیا کافیه کلمه دیابت رو کامنت کنی، چون مدیریت دیابت با هم آسون تره.